میخوایم در مورد یه پل قدیمی در شهر لوزرن سوئیس به اسم کاپلبروک یا پل کاپل صحبت کنیم که این پل در قرن 14 ساخته شده و به عنوان بار و بخش از استحکامات شهر عمل میکرده. 285 متر طول داشته و در سال 1360 بنا شده و اما در قرن 19 چند بار این پل کوتاه شده و برج آب هم به عنوان زندان، آرشیو و خزانه دولتی استفاده می شده و یه سری نقاشی هایی روی پل می بینیم که در قرن 17 یک سری از نقاشی ها تزیین شد پل و همچنین توسط رنوارد سیت که منشی شهر و انسانگرای اهل رنسانس بود طراحی و به سبک رنسانس توسط هانس هاینریش و گومان نقاشی شد. بعد این سری نقاشی ها روند رشد و توسعه شهر لوزرن از دیدگاه ضد اصلاحات، پاسخ کلیسا به جنبش پروتستانی نشون میداد و سایر تصویرها هم تصویر زندگی، رنج‌های دو قدیس و اینها بودش. بعد این پل در شب 17 یا 18 اوت 1993 آتش سوزی رخ داد و 81 از پانل ها از مجموعه 111 تا پانل پل سوختش. 81 از پانل ها و همچنین خیلی از نقاشی ها در دو سمت پل با چاپ های بدل اینها جایگزین شدن. بعد بین 1994 تا 2001 این چاپ های بدل روی پل نصب بود و در سال 2002 شورای شهر لوزرن تصمیم گرفت پانل های اصلی باقی مونده رو به موزه منتقل کنند تا حفاظت و نمایش بهتری داشته باشد و به جای آنها نسخه های با کیفیتی روی پل نصب کردن. این پل به شدت توریستی است و تعداد زیادی همیشه بازدید کنندگان و توریست ها رو به خودش نظرش رو جلب میکنه. نمای بیرونی پل. شهر لوزرن سوئیس قسمتی که شهر بافت قدیمی شهر بهش میگن آلتشتات. اون سمت پل بافت جدید شهر. سوئیس کشوری هستش که بافتای قدیمی ساختموناشو حفظ میکنه و از داخل تعمیرات انجام میده و نمای شهر رو به صورت قدیم حفظ میکنه. خونه ها همه نمای قدیمی داره. حتی این آبنماها در شهر سوئیس به تعداد فراوان وجود داره در طرح‌های مختلف و همه اینها آبهای خوردنی هست و همه میتونن از اینو استفاده کنن و این یکی از نماهای ساختمان‌های قدیمی در کشور سوئیسه. حتی تاریخش رو ببینید 1499 یا 1899 این ساختمون بنا شده و همینجور ساختمون رو نگه داشتن. خیابونای قدیمی و کوچیکو
به آلمانی بهش میگن گاسه. و خیابونای جدید که بلند ارزش بیشتر باشه بهش میگن اشتراسه، چون از قدیم گاسه بوده همجوری گاسه نگه داشته. انگار داری داخل نوستالژی قدم میزنی. بافت قدیمی شهر زیبای توریستی لوزن. ساختمون ها قدیمی. کلیسا. Als ob das irgendetwas ist.